به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز. من سید حسین عباس منش هستم که میخوام امروز با دوستای خوبم در مورد موضوعات مهمی صحبت کنم. از اونجایی که 2 فایل آخری که من بر روی سایت گذاشتم با عنوان فایل اول با عنوانی که چرا خداوند بیشتر از ما میخواد ما ثروتمند شویم، و فایل دوم با عنوانی که خداوند رو بهتر بشناسیم، خیلی صحبت در مورد زیاد بود. شاید خیلی از دوستان موضوع رو کامل نفهمیده بودن، خیلی از دوستان خواستن که بهتر موضوع رو بفهمن، با هم دیگه بیشتر تبادل نظر کنیم. اولا من تشکر میکنم از دوستان که دارن فکر میکنن، یعنی اینکه ما داریم فکر میکنیم، اینکه ما در واقع به چالش میکشیم آنچه را که قبلا میدونستیم، آنچه را که قبلا بهمون گفتن، این خودش خبر خیلی خوبیه. یعنی به قول معروف برای اینکه به خدا یقین پیدا کرد اول باید به خدا شک کرد. یعنی نگران این موضوع نباشید، انسان از طریق شک به یقین میرسه. داستان حضرت ابراهیم رو به یاد بیارید که در مورد خداوند اول فکر کرد ستاره خداست، بعد فکر کرد ماه رب بشه، بعد گفت خورشید ربمه و بعد از خدا خواست که هدایتش کنه. میخوام بگم که نگران این موضوع نباشید که ما شاید مثلا درست نفهمیم قضیه رو، نکنه مثلا شک کنیم، نکنه به یه سری مسائل در واقع باورهای قبلی و اعتقادات قبلیمون بشکنه. اصلا نگران نباشید. اعتقادی که بر پایه تقلید از گذشتگان باشه اصلا اعتقاد نیست. یعنی خدایی که بپرستیم و قبولش داشته باشیم و این پرستش و قبول داشتن بدون فکر باشه، بدون دلیل باشه، بدون منطق باشه، طبق گفته قرآن، اصلا اون ایمان واقعی نیست. ایمان واقعی ایمانی که خودمون بهش برسیم، نه اینکه از بچگی در گوشمون اذان گفته باشن تو بچه مسلمونی، بعد یه همچین خدایی بپرستی، یه همچین دیدگاهی داشته باشی و ما هم رو ادامه بدیم. پس خیلی خوبه، تا اینجای کار خیلی خوبه. من دیدم نظرات دوستان و بعضی دوستان خیلی موافق بودن با صحبت‌های بنده، بعضی خیلی مخالف بودن. همه اینا خیلی خوبه، یعنی هم موافقین هم مخالفین دارن به رشد در واقع آگاهیمون دارن کمک میکنن. فقط ازتون میخوام که اجازه ندید که باورهای گذشته شما رو متعصب بار بیاره، نه در این مورد، در همه موارد تو زندگیمون. یعنی اجازه ندید که آنچه که از قبل پذیرفتید بدون دلیل، بدون مدرک، فقط به واسطه اینکه پدر و مادر و در واقع پیشینیانتون بهتون اینو گفتن، نذارید که چشم شما رو ببنده بر روی حقایق، بر روی آنچه که دونستنش میتونه به شما خیلی کمک کنه. من اومدم گفتم که نگاه سیستمی به خداوند نگاه خیلی خیلی بهتریه و به نظر بنده، تأکید میکنم، به نظر بنده خداوند یک انسان نیست، یک موجود نیست که یه جایی باشه یه سری کارهایی رو مثل ما انجام بده. من در مورد احساساتی عمل کردن خداوند خیلی صحبت کردم، گفتم خداوند احساسات بشری نداره. بعضی اینو به رحمان بودن خداوند یا رحیم بودن خداوند ربط دادن، بعضی در مورد مسائل مختلف صحبت کردن، بعضی از بحث‌های فلسفی استفاده کردن. دوستان به هیچ عنوان من نه به فلسفه علاقه دارم، نه اصلا خوشم میاد وارد بحث‌های فلسفی بشم، چون باز به اعتقاد بنده این بحث‌های فلسفی نه سر داره نه ته داره. یعنی نتیجه‌ای نمیگیریم. ما می‌خوایم اینجا نتیجه بگیریم، یعنی ما می‌خوایم به این نتیجه برسیم که آقا ما اگر خداوند رو چطور ببینیم زندگی بهتری داریم. اول یه قانون کلی رو با هم دیگه مرور کنیم. هر جوری که خداوند رو ببینی همون جور اتفاق میفته. خداوند رو رحمان ببینی رحمان دیده میشه، خداوند رو غفور ببینی غفور برات دیده میشه، در واقع تجربهش میکنی. خداوند رو جبار ببینی، خداوند رو ستمگر ببینی، ستمگر دیده میشه. خداوند رو خدایی ببینی که خدای عشق، خدای عشق برای تو دیده میشه. ممکنه بغل دستید یا برادرت خدا رو یه جور دیگه ببینه، به همون نسبتی که خدا رو میبینه به همون نسبت نتایج متفاوتی رو دریافت میکنه از تو. آنچه را که ما در مورد خداوند باور میکنیم همون رو تجربه میکنیم. قبلا بارها و بارها گفتم باور ما نسبت به خداوند باعث میشه ما شرایط و اتفاقات رو تجربه کنیم. اما یه سری چیزا قانونه. یعنی اینجوری نیست که مثلا من فکر کنم بگم که خب آقا من باورم اینه که نمیافتم زمین، برم از یه ساختمون مثلا 100 طبقه خودم بندازم پایین، بگم نه من باورم اینه که جاذبه وجود نداره. یه سری چیزا هست قانونمندیه، اصلا کاری به باور نداره. یعنی بعضی من تعجب میکنم اشتباه فرض میکنن، آقا من باورم عوض میکنم، مثلا چه میدونم میرم توی خلأ مثلا بدون آب و بدون غذا و بدون اکسیژن مثلا 1 سال زنده میمونم، من چون باورم رو عوض کردم که بدن من نیاز به اکسیژن نداره. یه سری چیزا قانونمندی، یه سری چیزا رو نمیشه تغییرش داد. یه سری قوانین حاکم بر جهان هستیه که خداوند در قرآن از مشیت نام میبره.
بیایید با هم یه چند تا موضوع رو با هم دیگه مرور کنیم. به اینجا رسیدیم که هر جور خدا رو ببینیم همونجوری درکش میکنیم، همونجوری دریافت میکنیم. اگه با محبت ببینیم با محبت در واقع تجربهش میکنیم، اگر ستمگر ببینیم ستمگر تجربهش میکنیم. اما موضوعی که من خیلی علاقه‌مندم بهش و دوست دارم که شما هم بهش فکر کنید اینه که بیایم ببینیم که قوانین جهان چطوره. یه بحثی بود، آلبرت اینشتین دنبال یه موضوع بود به نام تئوری آف everything یا تئوری همه چیز. میگفتش که به نظر من خدا تاس نمیندازه که مثلا اگر 6 اومد اینجوری جهان رو رهبری کنه، اگر 2 اومد مثلا یه جور دیگه جهان رو رهبری کنه. برای هر کارش بده تاسی بندازه بالا و طبق اون عددی که تاس نشون میده مثلا اتفاقات رو رهبری کنه. خداوند قانون هاست و طبق این قانون کلی داره جهان رو رهبری میکنه و جهان داره طبق این قانون عمل میکنه. خب خیلی فکر کرد که این بتونه این قانون کلی رو ببینه که هم در واقع فیزیک کوانتوم رو بتونه جواب بده و هم فیزیک سیارات رو بتونه جواب بده. یعنی در کوچکترین ذرات، در اتم، در واقع الکترون همون قانونی باشه که در کهکشان مثلا راه شیری داره اتفاق میفته. خب اون تا آخر عمرش نتونست به جواب درست برسه. یه فرد دیگه ای به نام پروفسور استیون هاکینگ اون خیلی سعی کرد که اون هم به این موضوع برسه. خب یه سری اعتقادات متفاوتی هم داشت. خیلی بزرگترین و معروفترین دانشمند زنده بشر، همون فردی که تمام بدنش فلجه و فقط 2 تا از انگشتاش کار میکنن. و خب شاید خیلی از دوستان در موردش شنیده باشن. یه فیلمی هم جدیدن ساختن به نام تئوری آف everything که نامزد جایزه اسکار هم بود، فکر می‌کنم برای سال 2014 یا 2015. توی اون فیلم آره نقل قولی میکنه که میگه که نه، اینشتین اشتباه کرد، به نظر من خدا تاسو میندازه ولی تاسو اینقدر دور میندازه که کسی پیداش نکنه اصلا، یعنی کسی نفهمه به چه شکله. و یه سری تغییرات و عقاید داشت. یه بار در واقع میگفت من خدا رو قبول دارم، یه بارم این اواخر میگفت نه من مثلا بعید میدونم که خدایی وجود داشته باشه برای نیاز باشه، اصلا جهان برای خلقش نیاز به خدایی داشته باشه میتونه این کار انجام بده. کاری ندارم به این صحبت ها، اینا تئوری، اینا فلسفه است، اینا نظریه است، اینا بحث های بیفایده است. ما میخوایم برسیم به یه موضوع خیلی مهم که بتونیم قوانین خداوند رو درک کنیم. خداوند بر طبق سیستم عمل میکنه. این که حالا خداوند چیه، بعضی از دوستان این موضوع رو گفتن که نه خداوند بالاتر از سیستم. من گفته بودم خداوند انرژیه، بعضی گفتن نه بالاتر از انرژی، مافوق انرژی. دوستان انرژی همه چیه. یعنی من نمیدونم چرا بعضیا دوست دارن مقاومت کنن در مورد موضوع انرژی. اصلا چیزی به غیر از انرژی در جهان وجود نداره. یعنی هر آنچه که شما میبینید، هر آنچه که شما نمیبینید، هر آنچه که نمیدونم سیاه‌چاله است یا هر آنچه که در واقع دنیای شناخته شده یا دنیای قابل به قول در واقع ستاره شناسا دنیای قابل مشاهده یا دنیای غیر قابل مشاهده، هر آنچه که هست این در واقع دارک ماتر، نمیدونم ماده سیاه، دارک انرژی سیاه، هر چی که هست در جهان انرژیه. یعنی بیسش انرژیه، پایش انرژیه، پایش کوارکه، چیزیه که ما بهش میتونیم بگیم انرژی. اگر یادتون باشه در فیزیک قانون پایستگی انرژی رو یادتون بیاد، ما میگیم که انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، فقط از شکلی به شکل دیگه تغییر حالت میده. بعد نگاهمون هم به خدا میگیم لم یلد و لم یولد. ما میگیم خدا نه در واقع زاییده شده و نه میزاید. ما نگاهمون در مورد قرآن همون نگاهیه که در مورد انرژی داریم، در مورد خدا همون نگاهی که در مورد انرژی داریم، فقط یه ذره تفاوت داره. یکی بهش میگه خدا، یکی بهش میگه نمیدونم انرژی، یکی بهش میگه نیروی حاکم بر جهان، نیروی برتر، نمیدونم نیروی خیر، هر چی که اسمشو میذارید. من فکر میکنم که بهترین کلمه‌ای که میتونیم براش بذاریم یک انرژیه، یعنی انرژی پایه، انرژی که همه جهان رو در واقع خلق کرده و داره گسترش میده. ما میخوایم قوانین حاکم بر این انرژی رو درک کنیم. نمیدونم به عمر ما جواب میده یا جواب نمیده، نمیدونم مثلا ما در نهایت میتونیم تمام قوانین رو درک کنیم و ازش استفاده کنیم یا نه، ولی حداقل داریم شروع میکنیم به فکر کردن، شروع میکنیم به حرکت کردن و ما میخوایم قوانین رو استفاده کنیم که به دردمون میخوره. ببین چرا من میگم وارد فلسفه نشیم، وارد بحث‌های فلسفی نشیم؟ چون بحث‌های فلسفی نتیجه ندارن آخر. یعنی من انقدر از این فیلسوفای عزیز و دوستان خودم رو که دوستان دکترای فلسفه دارن میخونن، اصلا سرشون درد میکنه برای بحث کردن، ولی زندگیشو نگاه میکنه هیچی نداره تو زندگیش، نون نداره برای خوردن، زندگیش همیشه پر از
تشنج، پر از نگرانی، پر از ناراحتیه، ولی ماشاءالله فقط برای بحث این آدمو ساختن بشینه بحث کنه در مورد موضوعات مختلف. سوال من اینه که خب تو اینقدر بحث کردی، چه زندگی داری الان؟ چقدر مثلا حالت خوبه؟ چقدر سلامتی؟ چقدر ارتباطای خوبی داری؟ چقدر وضع مالی خوبی داری؟ ما میخوایم به این برسیم که در این دنیا سعادتمند زندگی کنیم و در دنیای آخر هم، در آخرت هم سعادتمند زندگی کنیم و برای این ما باید برسیم به قوانین که در واقع حاکم بر جهان. این که من میگم نگاه سیستمی داشته باشیم، برای که نگاه سیستمی به ما آرامش میده. من همیشه تو دورهام گفتم بزرگترین سپاسگزاری من از خداوند اینه که خدای ازت ممنونم که قوانینی رو وضع کردی که تغییر نمیکنه. ازت ممنونم که پامو محکم میذارم زمین. ازت ممنونم که نگرانی ها رو از وجود من کشیدی بیرون. به من گفتی آقا قانون من اینه، اگر این فرکانس رو ارسال کنی مطلقاً این جواب میگیری، نه جواب دیگه. این قانون منه، طبق این قانون دارم جهان رو رهبری میکنم. بزرگترین سپاسگزاری من به عنوان در واقع کسی که تو این حوزه دارم کار میکنم اینه که خدای ازت ممنونم که جهان رو با قوانین بدون تغییر آفریدی. اینجوری نیست که شانسی باشه، اتفاقی باشه، نمیدونم من نتونم چیزی رو کنترل کنم. من تمام قسمت‌های زندگیمو میتونم کنترل کنم، چون من میتونم افکارمو کنترل کنم، چون من میتونم فرکانسامو کنترل کنم، چون من میتونم احساساتمو کنترل کنم و مهمتر از همه چون من میتونم نگاهم رو به جهان کنترل کنم، دیدگاهمو کنترل کنم. به این دلیل که من میتونم نگاهمو کنترل کنم، من میتونم اتفاقاتمو کنترل کنم، شرایطمو هم کنترل کنم. من میخوام به اینجا برسیم. نمیخوام وارد بحث‌های حاشیه‌ای بشیم، هرچند که دوستانی که دوست دارن وارد این بحثا بشن این کارو انجام بدن، آخرش به حرف من میرسن. یعنی من دیدم بعضی دوستانم توی سایت خیلی علاقه دارن به بحث‌های فلسفی. این راهی که دوستان دارن میرن سالهای قبل من رفتم، نتیجه‌ش هم مشخصه. نتیجه‌ش برای دوستانی که دارن الانم میرن مشخصه. اگرم خیلی علاقه‌مندید به بحث‌های فلسفی و به این موضوعات، میتونید با قدرت همین روند رو ادامه بدید و بعدش هم یاد حرفای بنده میافتید و شاید یه روزی بخواید برگردید و زندگی خودتون رو اصلاح کنید و به چیزهای خیلی مهمتر و ارزشمندتر به غیر از موضوعات فلسفی اونا فکر کنید. من میخوام این نگاه رو داشته باشیم که چطور میتونیم اتفاقات رو برای خودمون اونجوری که خودمون میخوایم رقم بزنیم. این نگاه موقعی میتونه به ما در واقع موقعی میتونیم این نتیجه رو برای خودمون به وجود بیاریم که باور کنیم که جهان یا خداوند داره با یک سیستم بدون تغییر حرکت میکنه. یک انرژی خداوند که تمام جهان از اون انرژی به وجود اومده. این انرژی در تمام به قول در واقع فیزیکدان ها از شکلی به شکل دیگه تغییر حالت میده، ولی نه به وجود اومده نه از بین میره، همیشه هست، همیشه بوده، همیشه خواهد بود. همون تعریفی که ما از خداوند داریم، فقط در تمام اشکال خودش رو تبدیل میکنه. حالا قوانین حاکم بر انرژی ما میخوایم بدونیم چیه. ما میخوایم قوانین حاکم بر این انرژی که کهکشان ها رو خلق کرده و اتم رو هم خلق کرده، میخوایم قوانین حاکم بر این رو بدونیم چه جوریه. برای اینکه اینو درک کنیم یه نگاهی به حرفای من داشته باشید. ما میتونیم فرکانس های رو به جهان هستی ارسال کنیم و این انرژی هوشمند با توجه به فرکانس های دریافتی ما انرژی اطراف ما رو که اتفاقات، شرایط، روحیه آدم‌ها، وضع مالی، سلامتی، همه اینام قسمتی از همون انرژی رو رقم میزنه، تبدیل میکنه. مثل یه آب مایعی میمونه که توی ظرف مثلا شبیه یه لیوان بریزی. اون آب مایع بی شکله ولی شبیه اون ظرفی میشه که تو براش آماده کردی، شبیه لیوان میشه. اون انرژی به هر شکلی در میاد، اما اون شکل رو تو براش تعیین میکنی. البته 95% آدما ناآگاهانه ظرفشون رو شکل میدن، ناآگاهانه فرکانساشون به جهان هستی ارسال میکنن، به خاطر اتفاقاتی که نمیخوان وارد زندگیشون میشه. ما میخوایم یه کاری کنیم، از این قوانین حاکم بر انرژی استفاده کنیم و اون چیزی که دوست داریم رو خلق کنیم. من تو دوره‌های تو دبی هم من گفتم به دوستان که تو دوره شرکت کردم، گفتم هدف من اینه که بتونیم به قول انیشتین فکر خدا رو بخونیم. یه جمله خیلی معروفی داره آلبرت انیشتین، میگه همه چیز دیتیله، همه چیز جزئیاته. من میخوام بتونم فکر خدا رو بخونم، ما بقیه چیزا همش جزئیاته. میخوام ببینم که این قوانین چطور عمل میکنه. باز هم من تاکید میکنم یه نگاهی به قرآن بندازید. هر کجا دیدید که این نگاه من نگاه سیستمی به خدا و نگاه اشتباهیه، به من بگید که آقا نه ما تو قرآن آیه‌ای رو آوردیم که نگاه سیستمی نداره. بعضی گفتن که رحمانیت خداوند برای همه موجودات، رحیم بودنش مثلا برای فقط مؤمنینه. این هم یک سیستمه. یعنی شما هر جوری که نگاه کنی سیستم اینجوری عمل میکنه طبق قانونی. اگر سیستم میگه که آقا رحمانیت
محبت، عشق برای همه موجوداته، ولی یک عشق خاص مثل این معلمی میمونه که در واقع به همه بچه‌های کلاس داره درس میده، یعنی عشقی که داره به همه درس میده. اما به افرادی که خیلی خیلی خوب گوش میکنند بیشتر توجه میکنه، بیشتر بهشون تمرین میده، بیشتر بهشون کلید میده، بیشتر بهشون در واقع کمک میکنه. اونایی که توجه نمیکنن دارن در واقع مسخره بازی میکنن تا کلاس، معلم درسشو میده ولی به این بچه‌ای که داره خیلی خوب گوش میکنه توجه بیشتری میکنه، ازش تمرین بیشتری میخواد، بهش مثلا کتابای بیشتری رو معرفی میکنه ولی درسشو داره به همه میده. اینم یه سیستم داره این کارو انجام میده. یعنی سیستم تعریف شده که آقا به این شکل عمل کن. ما میخوایم همینا رو بدونیم دیگه. ما میخوایم همینا رو بدونیم که این سیستم چطور کار میکنه. حالا من گفتم این سیستم به این شکل عمل میکنه که شما هر فرکانسی رو ارسال کنی همون رو برات برمیگردونه، فارغ از این که ظاهرت چیه، ملیتت چیه، جنست چیه، سنت چیه، تحصیلاتت چیه، دینت چیه. بعضی رفتن وارد بحث حجاب و این مسائل شدن، فارغ از این که حجابت چیه، فارغ از این که نمیدونم هر چی که فکر میکنید دیگه، موضوعاتی که دوستان گفتن، این به این شکل عمل میکنه. در تمام طول دوران هم در واقع این اتفاق افتاده. هر کسی با هر دینی که در واقع داشته فرکانس مثبت، اتفاقات مثبت رو به وجود می آورده، فرکانس منفی. اصلا دین باید به شما، اگر یاد خداوند برای شما آرامش ایجاد نمیکنه که اصلا دینه کلا اشتباهه دیگه. این دینی که برای شما آرامش ایجاد نکنه، دینی که در دل شما ترس بندازه، این نگاهتون احتمال به اون دین اشتباهه. نمیگم اون دین اشتباهه ها، اون مذهب اشتباهه، نگاه شما به اون مذهب یا درک شما از اون دین یا از اون مذهب اشتباهه که به شما داره این احساس بد رو میده. و من قبلا هم گفتم و باز هم میگم، هر فرکانسی رو که ارسال میکنی، میخوای بدونی فرکانس خوبی داری ارسال میکنی یا فرکانس بد، اگر بگم بهتره که بگم فرکانس در زمینه خواسته هات یا در زمینه ناخواسته هات. نگاه کن به احساست. اگر احساس بدی داری اتفاقات بد رو برای خود رقم میزنی، داری یه شکل ظرف به درد نخور درست میکنی که اون انرژی شکل اون در واقع به اون شکل در میاد. اگر احساس خوبی داری فرکانس های خوب به جهان هستی ارسال میکنی که همه این احساس بد یا خوب رو میتونیم با نگاه همون درست کنیم. یعنی میتونه یک اتفاق یکسان برای دو نفر آدم بیفته، این دو نفر با توجه به اعتقادشون به خداوند، یکیشون به آرامش برسه بگه نه الخیر فی ما وقع، من مطمئنم یه خیریتی تو اینه، و به آرامش برسه، که بگه نه خداوند من دوست نداره، اگه منو دوست داشت مثلا به من کمک میکرد. یکی از دوستان یه ایمیلی برای من فرستاده بود چند روز پیش که من اصلا به خدا کافر شدم، اصلا خدا من دوست نداره، اصلا من خدایی رو قبول ندارم به خاطر اینکه من فلان کسب و کار رو زدم ورشکست شدم، بعد زنم ازم جدا شد، بعد بچه‌م این کارو کرد، بعد من بدبخت شدم رفتم زندان. اینا اگه خدا بود که خدا منو میدید، خدای وجود نداره که اینقدر بلا سر من اومده، ولی اینقدر بلا سر من نمیاد. این نگاه اشتباهه دیگه. نگاهی که مثلا فکر میکنه که مثلا خدا وایساده اونجا مثلا یه کاری برای تو بکنه، نگاه اشتباهیه. خیلی از آدما دوست دارن که اینجوری فکر کنن، نگاه کنن به خدا، آخرش هم به همین کفر میرسه. هرچند که این کفر هم چیز بدی نیست، بعدن یواش یواش این نقطه عطفی میشه برای اینکه خدا رو بهتر درک کنه. شاید، نمیدونم، شاید هم نشه. ولی در هر صورت این که ما فکر کنیم که آقا مثلا خدا یه گوشه‌ای واسه یه کاری انجام بده این وسط، این نگاه اشتباهیه. این سیستم یک واکنشی نسبت به فرکانس‌های ما میده. این انرژی واکنشی نسبت به فرکانس‌های ما میده، نه نسبت به ظاهر ما، نه نسبت به قیافه ما، به دین ما یا به هر چیز دیگه‌ای که فکر می‌کنیم. اون چیزی که داری ارسال می‌کنی. حالا هر چقدر که بتونی فرکانساتو بهتر ارسال کنی، اتفاقات بهتر تجربه می‌کنی. هر چقدر که نتونی این کارو بکنی نه. حالا برای اینکه نگاه سیستمی رو به خداوند بهتر درک کنی، من یه چند تا آیه رو از سوره نور براتون بخونم. از آیه 42 با هم یه مرور کنیم. این خیلی ربط نداره به اون الله نور السماوات و الارض. خیلی دوستان اونو در واقع گفته بودن خداوند نور زمین و آسمونه، مثل چراغی که از درخت زیتونیه که نه شرقی و نه غربیه. اگه ادامه بدید اون آیه رو متوجه میشید که اون آیه موضوعش بحث نور نیست، مثالیه که در واقع داره میگه که این نور به چه شکل عمل میکنه. یه ذره با اون چیزی که خیلی دوستان فکر کردن فرق میکنه. من چند تا آیه پایین‌ترش رو با هم مرور میکنیم. آیه 42: فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و بازگشت به سوی خداست. مگر ندیدی که خداوند ابرها را میپراکند؟ ببینید دوستان، داره میگه خدا ابرها رو میپراکند و به هم میآورد و متراکم میکند
و آنگاه میبینی قطرات باران را که از میان ابر فرو میریزد و از کوهستان و از کوههای آسمان دانه های تگرگ نازل میکند. خدا رو داره میگه ها. خب همه ما میدونیم که سیستم داره این کار رو انجام میده، ولی تو قرآن هر کجا سیستم رو داره میگه خدا این کار رو داره انجام میده. و با آن هر که را بخواهد زیان میرساند و از هر که بخواهد این زیان را برطرف میکند. نزدیک است درخشندگی برق آن حس بینایی را ببرد. منظورش رعد و برق. نشون میده که یک سیستم آب و هوایی. ببین مثلا زمان قدیم مثلا ما اگه طوفان میومد فکر می‌کردیم که مثلا خداوند عذاب نازل کرده، این طوفان اومده. در صورتی که یک سیستم آب و هوایی، همین الان شما میتونید طوفان‌ها میبینید که طوفان‌ها رو پیش بینی میکنن. از یه هفته قبل مثلا میگن آقا تا یک هفته بعد، 5 روز بعد، 2 روز بعد، 3 روز بعد در فلان منطقه یک طوفان وحشتناکی میخواد بیاد که مثلا درصد خرابیش هم احتمال تا این قدره. زلزله رو میتونن پیش بینی کنن. یعنی اون چیزایی که ما قبلا پیشنیان ما فکر می‌کردن که این عذاب الهیه، این چیزایی که الان ما میدونیم آقا نه، این جریان طبیعی سیستم آب و هوایی اگر در این دما قرار بگیره، اگر باد به این جهت بوزه، اگر اتفاق بیفته، اگر در گسل‌های زمینی اتفاق بیفته، این فشارها وارد بشه، یک در واقع زمین لرزه داریم یا هر چیز شبیه این. خداوند داره توضیح میده. حالا غیر از اون تیکش که بچه‌ها فکر میکنن اونجایی که گفته با هر که بخواهد زیان میرسه، اون بارونه ممکنه بارونی باشه یا تگرگی باشه بزنه همه میوه‌ها رو خراب کنه، ممکنه یه بارونی باشه که در واقع چشمه‌ها رو جوشان کنه. این با هر کسی بخواهد منظورش خواستن خدا نیست. من بارها در مورد این یشا و یورید صحبت کردم. اینجا از یشا استفاده میکنه، یعنی با هر کسی که در قوانین الهی، هر قانونی که در قانون الهی هست هم اتفاق میفته، نه اینکه خواست خداست. من بارها گفتم و بازم تاکید میکنم تفاوت فراوانی است بین کلمه یشا و یورید. من اراد الله یا انشاء الله یا انتشاء الله یا ان اراد الله ان یورید الله. ادامه آیه رو هم ببینیم. خداوند شب و روز را بر یکدیگر میگرداند و در این عبرتی است برای دیده‌وران. یعنی این نظامی که ما الان میگیم که آقا این منظومه شمسی، حرکت زمین به دور خورشید، حرکت زمین به دور خودش باعث مثلا شب و روز میشه، اما داره قرآن به خدا نسبت میده. این نگاه سیستمی رو ببینید. خداوند همه جنبندگان را از آب آفرید. گروهی بر شکم میخزند و گروهی بر 2 پا راه میروند، گروهی بر 4 پا راه میروند. خداوند هر چرا بخواهد میآفریند، زیرا بر همه چیز قادر است. ما الان دیگه میدونیم که آقا بر اساس قانون تکامل جهان به وجود اومده و موجود به وجود اومدن. یعنی اینجوری نبوده که مثلا خدا یهویی مثلا یه آدمو به وجود بیاره، برخلاف اون چیزی که ما تصور میکردیم قبلا و اونم به خاطر در واقع تورات بود. اینجوری نیست که مثلا بگیم آقا خدا یهویی آدمو به وجود آورد، بعد از دنده چپ مثلا مرد مثلا حوا رو به وجود آورد. مثلا این اتفاق نیفتاده. اون چیزی که خیلی خیلی در واقع بحث شد سر تئوری داروین این بود که داروین فهمید که نه آقا همه چیز بر اساس قانون تکامل به وجود اومده و تمام موجودات به این شکل نسلشون گسترش پیدا کرد. اون نسلی که یعنی جهان گسترش داد خودشو، یه سری از در واقع حیوانات نتونستن در واقع با تغییرات رشد کنن، نتونستن در واقع زنده بمونن، اونها مردن و نسلی که قوی تر بود نسل پیروز بود، یعنی تنازع بقا بوده. در واقع به این شکل جهان پیشرفت کرد. یعنی همین جنبندگانی که از آب آفریده شده که الان هم همه دانشمندان دیگه ثابت شده که جهان از آب به وجود اومده و اولین در واقع تکسلولی ها در به قول قرآن، اینو قرآن هم تایید کرده، در فاصله بین خشکی و آب، یعنی در ساحل به وجود اومدن و رشد کردن، اینها به شاخه‌های مختلف تبدیل شدن. این حیوانی که اول ماهی بوده بعداً اومده تو خشکی و اول پا نداشته، بعداً یواش یواش با توجه به هزاران هزار سال، صدها هزار سال و میلیون‌ها سال تکامل پا به وجود اومده، بال به وجود اومده، تقسیم شده، پستانداران به وجود اومدن، تخم‌گذاران به وجود اومدن، پرندگان به وجود اومدن. یعنی اینا رو دیگه الان ما میدونیم. یعنی اینا اصلا چیزی نیست که بشه قابل بحث باشه بگی نه آقا تکامل وجود نداشته، مثلا یه حیوانی هست مثلا این حیوان یهویی همینجوری خودش به وجود اومد، هیچ تکاملی هم نبود. همه جهان از همون تکسلولی هایی که در فواصل بین آب و خاک بودن به وجود اومدن و رشد کردن و همینجوری هم ادامه پیدا میکنه. این اتفاقی که دیگه همه میدونن و خداوند میگه ما این کارو کردیم، در صورتی که سیستم این کارو کرده.
ولی چون سیستم خود خداست، خداوند میگه ما این کارو کردیم. شما به این فکر کنید، یه جایی هست من همیشه بحث سر این که چرا خدا میگه انا انزلناه، چرا میگه ما این کارو کردیم، چرا نمیگه من. شما نگاه کنید، میگه ما در واقع انا اوحینا، ما وحی کردیم، ما نازل کردیم، ما عذاب میکنیم. ما این ما کیه؟ چرا نمیگه من؟ ما که میگیم، یعنی ما که تو باورم اینه که خدا یکیه، میگیم لا اله الا هو، فقط همونه، همون یه دونه است. چرا یه دونه خودش وقتی میخواد در مورد خودش صحبت کنه همیشه میگه ما این کارو میکنیم، ما اون کارو میکنیم، ما فلانیم، ما بهمانیم، ما الیم، ما بلیم؟ به خاطر اینکه سیستمه، به خاطر اینکه مجموعه است. شما دقت کنید، در تمام جاهایی که یک سیستم داره کار میکنه خداوند میگه ما. اما جاهایی که نگاه توحیدی باید باشه خدا میگه من. نمیگه. شما هیچ وقت در قرآن نمیبینید که خدا گفته ما رو بپرستید یا ما رو شکرگزار باشید، گفته من رو بپرستید، من رو سپاسگزار باشید، نگفته ما. ولی در نگاه در واقع سیستمی متوجه میشیم اون جایی که سیستم داره کار میکنه، اون جایی که داره جهان عمل میکنه، همیشه داره از ما استفاده میکنه، از من، از فعل جمع استفاده میکنه. بعضی هم حالا به اشتباه فکر میکنن نه، به خاطر اینکه مثلا احترام بذاره، مثل پادشاها که میگفت ما تو این فیلم‌ها نشون میدن که مثلا پادشاه مثلا میگه ما برنامه ریختیم که این کارو انجام بدیم، چون پادشاه خودشو بزرگ میبینه میگه ما، نمیگه من. ما مثلا خواستیم که اتفاق بیفته. نه، خداوند نه نیازی داره که در واقع بقیه چه میدونم یه همچین نگاهی بهش داشته باشن، نه اصلا نیاز داره ما عبادتش کنیم، نه اصلا نیاز به این که ما یه کاری براش انجام بدیم نداره. به خاطر همینم نیاز نداره که بگه ما مثلا. این هر کجا شما دقت کنید، هر کجا از کلمه ما استفاده کرده، نگاه سیستمی بوده، یک مجموعه اتفاق باید میافتاده تا اون شرط به وجود اومده. اگر وحی بوده، اگر باران بوده، اگر عذاب بوده یا هر چیز شبیه. در ادامه خداوند می‌فرماید ما آیات روشنگری نازل کردیم و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. لقد انزلنا آیات مبینات. ما این کارو کردیم، چون اینا همش سیستم داره این کارو انجام میده. خیلی ادامه داره، خیلی میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. و بازم اگه دقت کنید، خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند، بازم داره از یشا استفاده می‌کنه. والله یهدی من یشا الی صراط المستقیم، نه یرید. این میگم کلم یشا به معنی خواستن نیست، به معنی که هر کسی در این قوانین باشه هدایت می شود، هر کس از قوانین عمل نکنه هدایت نمی شود. اینکه خدا بخواهد برای یکی خدا دوست داشته باشه بگه نه من حال میکنم که اینو مثلا هدایت کنم، اصلا با قیافه این بابا حال نمی کنم، بذار پدرشو در بیاری. نه، سیستم اینجوری نیست. سیستم طبق قوانین عمل میکنه. خداوند طبق قوانین عمل میکنه. قوانین، ما همینو میخوایم بدونیم. ما میخوایم بدونیم که قوانین چیه. من دوست دارم به این موضوع فکر کنید. خب من دارم خیلی به این موضوع فکر میکنم و دارم خیلی از در واقع قسمت‌های زندگیمو دارم اصلاح میکنم، دارم باورامو اصلاح میکنم و خیلی تجربیات خوبی دارم. یعنی از وقتی که من نگاهم به خداوند یک نگاهی بوده که قوانین داره عمل میکنه، خیلی موفقیت‌های بزرگی کسب کردم، به نتایج خیلی خوبی رسیدم. به آرامش نکته مهمش نه، به آرامش رسیدم. خیالم راحته که آقا من در جهانی زندگی میکنم که خداوند قوانین رو وضع کرده که اگر از قوانین آگاه باشم و طبق اون عمل کنم، همیشه در همه زمینه‌ها اتفاقات خوب رو تجربه میکنم. یعنی من الان وقتی اتفاقات بد برام به وجود میاد، به راحتی میتونم بفهمم که آقا اینو خودم به وجود آوردم، خدا برای من به وجود نیاورده. خودم فرکانس رو ارسال کردم، نگرانی بوده، ناراحتی بوده، عصبانیت بوده، خشم بوده در یک موضوعی، باور نادرست بوده، باور کمبود بوده، موضوعی که در روش ثروت گفتم، نتیجهش این بود. کاملا دیگه فهمیدم این موضوع رو. مثلا 1% شک ندارم. یعنی اگه همه دوستان بیان بگن نه آقا تو داری غلط فکر میکنی، ذره‌ای در اطمینان من به این موضوع کم نمیشه، چون بارها هر چند حالتش رو در واقع تجربه کردم. نگران بودم، بلا سرم اومده، امیدوار بودم، اتفاقات خوب برام رخ داده. حالم خوب بوده، اتفاقات خوب رخ داده. حالم بد بوده، عصبی بودم، خشمگین بودم، داد و بیداد کردم، اتفاقات بد تجربه کردم، برام به وجود اومده. این دیگه اصلا یقین. میخوام این اتفاقم تو برای خود تجربه کنی، برای خود به وجود بیاری. میخوام به این موضوع فکر کنیم. نمیخوام حرفای منو قبول کنید، نه نگران اینم که حرفای منو قبول نکنید، نه خیلی خوشحال میشم که حرفای منو قبول کنید. شما حق دارید فکر کنید، حق دارید که مطالعه کنید، حق دارید که بررسی کنید
و دوست دارم که تو این جمعی که داریم کار میکنیم، این فضایی که به وجود اومده، این روند رو بهتر و بهتر انشالله به امید خدا بتونیم با هم دیگه ادامه بدیم و نتایج خیلی خوبی با هم دیگه بگیریم. بعضی دوستان در مورد عذاب گفته بودن، نه خدا مثلا اومده برای فلانی فلان عذابو به وجود آورده، مثلا چطور مثلا اومده نمیدونم ابابیل بودن، نمیدونم طوفان اومده، نمیدونم سیل اومده، داستان حضرت لوط بوده، داستان حضرت نوح بوده و فلان. اینا هم جز همون سیستم بوده، اونا هم طبق سیستم عمل کرده. یعنی در واقع اون سیستم داشته کار میکرده، روندش اینجوری بوده که آقا اونایی که فرکانس منفی داشتن، اونایی که در واقع شرک داشتن، اونایی که بی ایمان بودن، اونا در شرایطی قرار بگیرن که احساس بدی هم داشتن، که نتیجه بی ایمانی احساس ترسه، نگرانیه، احساس ناامیدیه. نتیجه بی ایمانی احساس ناامیدیه دیگه. کسی که امید داشته باشه که حتما ایمان داره به یه خدایی که امید داره، کسی که آرامش داره ایمان داره که گفتم الا به ذکر الله تطمئن، فقط با یاد خداوند دل آرام میگیرد. کسی که بی ایمانه، کسی که شرک داره، کسی که کفر داره، اون که همیشه مضطربه، همیشه نگرانه، همیشه میترسه، همیشه ناامیده. نتیجه اون احساس این اتفاقاتی که به وجود میاد. نه اینکه خدا بگه نه خب بذار من حال اینو بگیرم، مثلا خیلی دیگه عصبی شدم از دست اینا، حالشونو بگیرم. تو قرآن پر از این مثال ها. نتیجه این فرکانسی که ارسال کردن نتیجهش این بوده. و اگر دقت کنید زمان عذاب، اگر که سیستم داره عمل میکنه، سیستم جوری برنامه‌ریزی شده که خشک و تر رو با هم نمیسوزونه، برخلاف بقیه که باور دارن نه دیگه عذاب که بیاد خشک و تر با هم میسوزه. یکی از نگاهایی که متوجه میکنه که نه سیستم داره عمل میکنه، سیستم بدون نقص داره عمل میکنه، فارغ از احساسات داره عمل میکنه، هر کجا که عذاب خواسته بیاد نازل بشه، سیستم اون کسی که فرکانس مثبت فرستاده در اون موقعیت، در لوکیشنی که عذاب میخواسته نازل بشه نبوده. یعنی اگر نوح بوده، نوح و اون اصحاب، اون یارانی که در واقع ایمان آورده بودن، سوار کشتی بودن رفته بودن، بعد عذاب نازل شده، یا لوط یا هر کسی دیگه که اتفاق افتاده. شما میبینید توی قرآن پیامبر و یارانی که فرکانس مثبت داشتن تو موقعیت نبودن. این سیستم داره اینجوری عمل میکنه. هر کسی کبوتر با کبوتر، باز با باد کند، همجنس با همجنس پرواز. نتیجه هر اتفاق نتیجه فرکانسی که خودش میفرستن. اینجوری هم نیست که سیستم خطا کنه، اشتباه کنه، سیستم قانونش رو عوض کنه. سیستم داره عمل میکنه. در مورد معجزات، ببین دوستان، معجزه به اون چیزی که ما فکر میکنیم که خداوند بیاد قوانین طبیعت رو عوض کنه برای مثلا موسی معجزه ایجاد کنه، اصلا اتفاق نیفتاده. یعنی همین الان ثابت کردن که آقا اگر باد از یک زاویه نمیدونم خاصی با یک سرعت خاصی از رود نیل حرکت کنه و رود نیل هم در حالت جزر باشه، آب باز میکنه رود رو و میتونن در واقع از کف رود حرکت کنن. یعنی اینجوری نبوده که مثلا خدا بیاد بگه که نه موسی من الان تمام قوانین چسبندگی مولکولی رو، تمام قوانین جاذبه رو، تمام قوانین رو تغییر میدم برای اینکه تو رو نجات بدم. نه، اون لحظه ای که در واقع این باده داشته میمده مقارن شده با اون زمانی که موسی رسیده به رود نیل. یعنی اون همزمانی اتفاق افتاده. اونم به خاطر اینکه سیستم خیلی هوشمنده. سیستم خیلی خیلی هوشمند داره عمل میکنه. نمیخوام حالا در مورد این مسائل خیلی صحبت کنم، دوست دارم خودتون فکر کنید. نمیخوام هی بیشتر گرا بدم که شاید مثلا فکرتون رو من بخوام هی بهش خط بدم. میخوام خودتون فکر کنید، اصلا به همه حرفای من منکر بشید، بگید آقا کلا عباس مانی چرت و پرت میگه. هیچ اشکالی نداره. فقط فکر کن، برس به راه بهتر. برس به یه جایی که نگاهی که به خداوند داری بهت احساس آرامش بده. برس به یه جایی که وقتی به خدا فکر میکنی حالت خوب بشه. برس به یه جایی که وقتی در طول مسیر زندگی، در طول سالهای زندگی نگاه میکنی به گذشته، میبینی که آقا من خوب زندگی کردم، از زندگیم لذت بردم. ببین چه نگاهی میتونه برای تو این شرط به وجود بیاره، چه ایمانی، چه درکی از خداوند. من دیدگاه خودم رو گفتم، من نتایجی که خودم گرفتم رو گفتم. من اعتقادی که در واقع به من کمک کنه طبق قوانین عمل کنم خیلی اعتقاد خوبیه. که بدونم یه سری قوانین هست. فرض کنید که شما توی کشوری هستید که قوانین داره، مثلا فرض کنید توی کشوری هستید که قوانین داره، قوانینش محکم مشخصه، میگه آقا اگه شما اینقدر اینجا سرمایه گذاری کنید تا اینقدر سال مثلا دولت حمایت میکنه، نمیدونم تا اینقدر سال مالیات نمیخواد بدی، این جنسایی که میخواد شما مثلا همیشه میتونید وارد کنید، هیچ ممنوعیت گمرکی نداره فلان. همه قوانین رو شفاف بهت میگه آقا تغییری هم نمیکنه.
این قوانین مثلا تا 40 سال همینه. شما مواد اولیه میتونی وارد کنی با اینقدر درصد گمرکی، مثلا اینجا میتونی محصولاتتو بفروشی با اینقدر مالیات، همه چی از قبل مشخصه. چقدر احساس آرامش داری، چقدر خیالت راحته، چقدر خوب میتونی برنامه‌ریزی کنی، چقدر خوب میتونی فکر کنی، چقدر حالت خوبه. تا یه کشوری که بگن نه آقا ممکنه ما امروز بذاریم تو اینجا سرمایه‌گذاری کنی، فردا بگیم نه آقا اصلا تو غلط کردی، ما اینجا سرمایه‌گذاری کنی، کلا جمع کن بس تو برو. امروز میگیم آقا این جنسو میتونی وارد کنی، فردا میگیم نه آقا نظرمون عوض شد، جنسو دیگه نمیتونی وارد کنی. امروز میگیم مالیات اینقدره، فردا میگیم نه چه مالیاتی، مالیات مثلا 10 برابر اینه. اگر توی یک همچین کشوری بخوای سرمایه گذاری کنی، بخوای کار کنی، چقدر نگرانی، چقدر میترسی، چقدر پاد میلرزه، چقدر اصلا همه چی تغییر میکنه. این همونه دیگه. این نگاهیه که در واقع نگاهی که من به خداوند دارم، نگاهی که من کمک کرده که خیالم راحت باشه تو این دنیا. بگم آقا اگر این قوانین داره عمل میکنه، من اگر این کارو به این شکل انجام بدم، این باور رو داشته باشم، این احساس رو داشته باشم، این در واقع نگاه و ایمان رو داشته باشم، این نتایج رو میگیرم. چه بقیه خوششون بیاد، چه بقیه خوششون نیاد، چه بقیه بخوان، چه بقیه نخوان. این دقیقاً همین اتفاق برای من افتاد. یعنی وقتی که من ایمانم رو به خداوند تغییر دادم، نگاهم رو به خداوند تغییر دادم، تونستم اینجوری خداوند رو ببینم که خداوند احساساتی نمیشه که من بیام جلوش مثلا گریه‌وزاری کنم، بگم خدایا مثلا بهم کمک کن، بگه من می‌خواستم تو گریه‌وزاری کنی بعد بهت کمک کنم. که خداوند در واقع طبق یه سری قوانین عمل میکنه. این قوانینی که به وجود اومده نه مال امروزه، نه مال فرداست، نه مال دیروزه. این از در واقع اول بوده تا آخر هم هست. هو الظاهر و هو الباطن، هو الاول و هو الاخر. همه چی از همه چی همین بوده. حالا که اینجوریه پس من میتونم خیالم راحت باشه، میتونم طبق این قوانین عمل کنم، طبق این قوانین نتیجه بگیرم. هر کجام اشتباه میکنم تقصیر خودمه، خودم اشتباه کردم، خداوند عذابی نازل نکرده، اشتباهات خودم بوده. نتیجه به ما کانو یعملون. برید قرآن رو بخونید ببین چند بار این آیه اومده که خداوند به بندگان خود ظلم نمی‌کنه. ببین چند بار این آیه اومده که هر اتفاقی میفته برای خودتونه، به واسطه خودتونه، به ما کسبت ایدیمه، به مقدمت ایدیمه. ببین چند بار این آیه تو قرآن اومده خداوند به بندگان خود ظلم نمی‌کنه. اینجوری نیست که اصلا بگیم نه آقا مثلا خدا با حضرت محمد حال می‌کرد، گفتش که شما تو جنگ احد مثلا چون دیگه ایمان دارید دیگه من خدای شما هم اونا که بی ایمانن، ابو سفیان و نمیدونم فلان اینا، من که طرفدار شما هستم که به من ایمان دارید، پس شما تو هر جنگی برید پیروز میشید، برید بگید که یا الله و پیروز میشید. خب اینا تو جنگ احد شکست خوردن، حمزه سید الشهدا در واقع شهید شد، پیامبر به شدت مجروح شد که حتی گفتن پیامبر کشته شده، کشتیمش. چقدر اتفاق افتاد، چقدر کشته داد سپاه اسلام. حالا مثلا خدا اومد گفتش که نه من واقعیتش نتونستم دیگه، زورم نرسید، اونا نمیدونم اون قلعه رو از پشت حمله کردن، بالاخره ما زورم نرسید. نه، خدا در همون قرآن میفرماید، میگه آقا این به خاطر خودتون بود. پیامبر گفته بود که آقا اون کوه رو ازش محافظت کنید، این قوانین جنگیه، شما از قوانین تبعیت نکردید، شما پشت جبهه رو خالی گذاشتید، از پشت برگشتن به شما حمله کردن، از کلی از نفراتتون رو کشتن. خدا این وسط تقصیری نداشت، خدا این وسط کار خاصی برای پیامبر نمیخواست بکنه. بارها و بارها به شکل‌های مختلف شما برید بخونید قرآن و متوجه میشید که اصلا اینجوری نیست که مثلا خداوند بیاد بگه که نه مثلا ما یک نگاه ویژه‌ای داریم به فلانی، به فلان پیامبر، این نگاه ویژه ما مثلا باعث میشه که اون هر کاری کنه پیروز بشه. نه، اشتباه کنه شکست میخوری، طبق قوانین عمل نکنی شکست میخوری. میخوای پیامبر باش، میخوای هر کس دیگه ای باش، این قانونشه. اصلا این یعنی عدل، این عدالت واقعیه که پارتی بازی جایی نداره. این قانون طبق قانون عمل میکنه، همه چی طبق قانون عمل میکنه. و این نگاه برای من نگاه خوبی بود. امیدوارم که بتونیم از این موضوعات استفاده کنیم، بتونیم زندگی خودمون اونجوری که دوست داریم رقم بزنیم، بتونیم خدای واقعی رو بشناسیم، خدایی که وقتی بهش فکر میکنیم به ما احساس آرامش میده، به ما قدرت میده، به ما یقین میده. من سعی تلاشم اینه، یعنی واقعا سعیم اینه تو زندگیم، چه دوستان خوششون بیاد چه خوششون نیاد، من دوست دارم که نگاه توحیدی واقعی رو در واقع به خداوند داشته باشیم، نگاه خالی از شرک، خالی از شرک خفی یا شرک مشخص، یه نگاه توحیدی. سعیم این بوده، حالا این مسیر رو دارم ادامه میدم، حالا تا هر کجا که بتونم هم توی مسیر حرکت میکنم. واقعا از خداوند سپاسگزارم به خاطر این همه
دوستای خوبی که دارم، به خاطر این اتفاقات خوبی که داره میفته برامون، به خاطر این احساس خوبی که دوستان دارن تجربه میکنن، به خاطر این نظرات قشنگ که می‌نویسید، چقدر به من قدرت میده، چقدر به من احساس خوبی میده. خدا رو شکر میکنم. ان شاءالله که هر کجا هستید در پناه الله یکتا شاد، سالم، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدار.